سخن‌ها ارائه خواهد شد. اولین شبهه اینه که در آیه 17 سوره حاقا الله جل جلاله می‌فرماید والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیه، که عرش پروردگار تو رو در روز قیامت 8 فرشته حمل میکنن. یعنی عرش الله جل جلاله رو 8 فرشته حمل میکنن. حالا عرش الله یعنی تخت جل جلاله، آیا این 8 فرشته که تخت الله جل جلاله و عرش الهی رو حمل میکنن، آیا الله جل جلاله رو هم حمل میکنن و آیا الله جل جلاله احتیاج داره به این فرشته ها؟ و اگر احتیاج داشته باشه خب او صمد و بی‌نیاز نیست. این شبهه‌ای است که از جانب دشمنان اسلام و دشمنان قرآن کریم مطرح میشه و ما در صدد پاسخ میباشیم. در پاسخ به شبهه باید بگم که اولا که گفته و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، مراد از این 8 فرشته 8 فرشته یا 8 عدد فرشته نمی باشه، بلکه علما فرمودن مراد 8 صف از صفوف ملائکه می باشه. یعنی عرش الله جل جلاله رو 8 صف از صفهای ملائکه حمل میکنن که تعداد اونها رو غیر از الله جل جلاله هیچ کس نمیدانه. لا یعلم عدتهن الا الله، تعداد اونها رو غیر از الله جل جلاله هیچ کس نمیدانه که واقعا تعداد 8 صف چقدر است و چند فرشته می باشه. البته در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که یحمله اليوم 4 و یوم القیامت 8. امروز یعنی حالا عرش الله جل جلاله رو 4 صف از صفوف ملائکه یا 4 فرشته حمل میکنن و روز قیامت که میشه باز 8 صف یا 8 عدد از ملائکه عرش الهی رو حمل میکنن. حالا اقوال مختلف است. بعضی گفته شده در رابطه با خصوصیات این ملائکه که حاملین عرش الله جل جلاله می باشند اینه که ان اقدامهم لفی الارض السابع، قدمشان و پایش در زمین هفتم، و ان مناکبهم لخارجه من السماوات، منکبها و شانه های اینها از آسمان های هفتگانه هم بالاتر می باشه. علیه العرش، و بر مناکب و شانه های فرشته ها عرش الله جل جلاله قرار گرفته. اینا توضیحاتی است که در رابطه با عرش الله جل جلاله میدیم و بعدا میریم به سر اصل پاسخ به شبهه. در رابطه با این حاملین عرش الله جل جلاله احادیث دیگری هم آمده که اینها چقدر بزرگ و با عظمت هستند. در حدیثی که در سنن ابی داود آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکه الله من حملة العرش، برای من اجازه داده شده که درباره یکی از حاملین عرش الله جل جلاله سخنی بگویم. یعنی بعضی از چیزها راز هست بین الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و سلم، راز هست و همه اینها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه نداشتن که برای انسان ها بیان بکنن. بعضی از اونها برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه داده میشد که بیان بکنن. فرمودن ان ما بین شحمه اذنه الى عاتقه مسیرة 700 عام، فرمودن که از نرمی گوشش گرفته تا سر شانه او به اندازه 700 سال راه است. یعنی اقدر عظیم است، اقدر بزرگ است فرشته‌ای که حامل عرش الله جل جلاله می باشه. سنن ابی داود حدیث 4727 این روایت رو ذکر کرده. به هر حال حاملین عرش الله جل جلاله فرشته‌های بسیار بزرگی هستند که عرش الله جل جلاله رو حمل می‌کنند. اما اینجا سوالی مطرح میشه که اینجا که عرش به طرف الله جل جلاله نسبت داده شده، این از چه لحاظ و از چه اعتباری می باشه؟ در این زمینه 2 قول است. یکی قول جمهور متکلمین و صوفیه و فقها مثل ائمه 4 امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمهم الله تعالی که می‌فرمایند که اینجا عرش که به طرف الله جل جلاله نسبت داده شده فقط نسبت مخلوق به طرف خالق هست. عرش الله یعنی یکی از مخلوقات الله جل جلاله و در حقیقت نسبت عرش به طرف الله جل جلاله که داده شده عرش الله جل جلاله نسبت و اضافت مخلوق به طرف خالق می باشه. و اما جمهور سلف بر این نظر هستند که الله جل جلاله بر عرش مستوی شده، یعنی اول عرش خالی بوده
بعدا الله جل جلاله بالای عرش قرار گرفته. ثم استوى علی العرش. و در این زمینه از ظاهر آیات قرآن کریم استدلال میکنه. باز یک سوال مطرح میشه که آیا این ملائکی که حاملین عرش الله جل جلاله هستن آیا خود الله رو هم حمل میکنن یا نمیکنن؟ جمهور متکلمین ائمه بزرگوار اربعه اینها بر این نظر هستند که نخیر، فقط اینها حاملین عرش الله جل جلاله هستند. در هیچ جایی در قرآن کریم و یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله نیامده که اینها خود خدا رو هم حمل میکنن. هر جایی که آمده یحملون العرش، اینا عرش الله جل جلاله رو حمل میکنن. اما عده دیگر از سلف اینا میفرمایند که هم عرش الله رو حمل میکنن و هم خود الله جل جلاله رو حمل میکنن. او کسایی که میگن فقط عرش الله جل جلاله رو حمل میکنن، اونا میگن که وقتی که عرش الله جل جلاله رو حمل میکنن، قرآن کریم آمده که عرش الله جل جلاله به عرش مستوی شد، بر عرش قرار گرفت. اما این عرش که الله بر عرش مستوی شد لازمش نیست که الله جل جلاله احتیاجی به تخت یا احتیاجی به عرش داشته باشه. نه خیر. مثل چی؟ مثل اینکه وقتی گفته میشه السماء و علی الارض، آسمان بالای زمین قرار گرفته، آیا به معنی است که آسمان به زمین احتیاج داره؟ نه خیر. وقتی که گفته میشه مثلا الهواء علی السقف، هوا بالای سقف است، آیا به معنی است که هوا برای بودن خودش احتیاج به سقف خانه داره؟ نه خیر. همینطور وقتی که الله جل جلاله بر عرش استوا کرده، مستوی شده، به این معنی نیست که الله جل جلاله به عرش احتیاجی داشته باشه یا اینکه الله جل جلاله نیازمند عرش باشه که اگر او تخت برداشته باشه نعوذ بالله الله بیفته. نه خیر. الله جل جلاله به عرش احتیاجی نداره. اما قول عده دیگری که از علما میگن که اینها حاملین عرش هم هستن و حاملین الله جل جلاله هم هستن، اونا چه میگن؟ میگن نه خیر. وقتی که اینها هم عرش الله را حمل بکنن و هم خود الله را حمل بکنن، این به معنی نیست که الله جل جلاله محتاج این ملائکه می باشد. نه خیر. بلکه الله است که در اینها قدرت داده، الله است که اینها رو توان و نیرو داده و اینها می توانند که عرش الله و خود الله جل جلاله رو حمل بکنن. مثل چی؟ مثل که در این دنیا الله جل جلاله خودش می توانه که قبض روح انسانها رو بکنه، جان همه انسانها رو بگیره، اما الله جل جلاله می‌دونه که از ملک الموت کار میگیره. الله میتونه خودش مستقیما باران رو ببارونه، اما میبینیم که الله جل جلاله از میکائیل کار میگیره. الله جل جلاله میتونه خودش مستقیما از انسان‌ها حفاظت بکنه، اما میبینیم که ملائکه داره که از انسان‌ها حفاظت میکنن. الله میتونه خودش همه چیز رو بنویسه، اما میبینیم که کرام الکاتبین داره که به هر حال اعمال انسان‌ها رو بنویسن. به ترتیب الله جل جلاله خودش مستقیما میتونه قدرت کامل داره که همه کارها رو انجام بده، اما الله متعال برای بعضی از مخلوقات خودش بعضی از وظایف رو قرار داده. فالمدبرات امر، بعضی از فرشته ها رو مأمور کرده برای که تدبیر امور مخلوقات رو بکنه. پس حالا الله جل جلاله برای حمل عرش خود ملائکه قرار داده و این افتخار رو برای اینها داده که اونها حاملین عرش الله جل جلاله باشن و خود الله جل جلاله در اونها قدرت رو داده. الله خودش قدرت رو داده، برای اینها توان رو داده که اونها عرش الله جل جلاله رو حمل بکنن. در روایت آمده که وقتی که الله جل جلاله رو آفرید و بعد برایشان دستور داد که عرش الله جل جلاله رو حمل بکنن، اونا گفتن ربنا کیف نحمل عرشک و علیه عظمتک، ما چطور عرش تو رو حمل بکنیم در حالی که عظمت و بزرگی تو برای عرش مستولی می باشه. الله جل جلاله فرمود که قولوا لا حول ولا قوة الا بالله، میگن که هیچ گردشی و هیچ قوتی نیست مگر به توفیق الله. یعنی چی؟ ملائکه خودشان از حمل عرش الله و برداشتن عرش الله جل جلاله عاجز بودن، اما وقتی که خود رو به قوت الله جل جلاله متوسل کردن و از قوت الله و قدرت و نیروی الله جل جلاله اینا تمسک جستن و کمک خواستن، اون موقع باز الله برایشان قدرت داد و اینها حامل عرش الله جل جلاله شدن. این روایت رو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب درء تعارض العقل و النقل جلد 7 صفحه 19 ذکر کرده. به هر حال الله جل جلاله
ذاتی می باشه که او قادر است و قدرت داره و نیرو و توان داره و برای حاملین عرش هم این قدرت و توان رو داده که عرش الله جل جلاله رو حمل بکنن. حالا ای که عرش الله حمل بشه، آیا اگر خود الله هم حمل بشه یا حمل نشه، گفتن داره اختلاف است. بعض از علما میفرمان فقط اینها حاملین عرش الله هستن و بعضی دیگه میگن که اینها حاملین عرش الله و حمل کننده خود الله هم میباشن. در صورتی که ما قول دوم رو بپذیریم بازم اشکالی وجود نداره و الله هست که برای اینها قدرت و توان و نیرو داده و الله جل جلاله به اونها محتاج نیست. همانطور که الله به ملک الموت محتاج نیست، همانطور که الله به میکائیل محتاج نیست، همانطور که به جبریل محتاج نیست، همانطور که به هیچ مخلوق الله محتاج نیست، همینطور به ملائکه‌ای که حاملین عرش الله جل جلاله میباشند به اینها هم الله جل جلاله هیچ احتیاجی نداره. و این عرش که به طرف پروردگار نسبت داده شده، این اضافت تشریفی است. مثل که در قرآن کریم آمده بیت الله، خانه خدا خود خانه نداره، اما اضافت بیت به طرف الله به خاطر شرافت دادن و عظمت بخشیدن به خانه کعبه باشه. یا در جای آمده ناقة الله، شتر الله. در داستان حضرت صالح علیه السلام و قوم ثمود که از او درخواست یک معجزه کردن که شتری از داخل کوه بیرون بیایه، الله جل جلاله شتر رو میفرماد ناقة الله، شتر خدا. خب این اضافت تشریفی هست، یعنی الله میخواد برای شتر یک شرافت و عظمت خاصی بخشه که این شتر مثل بقیه شترها نیست، بلکه این شتری است که معجزتاً از داخل کوه بیرون شده. همینطور عرش الله جل جلاله، این اضافت و نسبت دادن عرش به طرف الله به خاطر عظمت و تشریف و شرافت بخشیدن به عرش می باشه. این تخت به این عرش یک عرش معمولی نیست، بلکه عرشی است که اختصاص به الله جل جلاله داره و این هم دلالت بر عظمت شأن عرش الله جل جلاله داره. کلا در قرآن کریم آیات متعددی در رابطه با عرش الله جل جلاله آمده. 7 آیه در قرآن کریم آمده که ثم استوى علی العرش، الله جل جلاله بر عرش مستوی شد. حالا یک عده از علما خصوصا خلف و متأخرین این رو توجیه میکنن که ثم استوى علی العرش یعنی که الله جل جلاله امور جهان هستی رو به دست گرفت، امور مخلوقات رو به دست گرفت. بعضی دیگه از علما میفهمن نخیر، ما به همین ظاهر آیات رو بگذاریم ثم استوى علی العرش یعنی الله جل جلاله بر عرش مستوی شد بعد از اینکه بر عرش قرار نگرفته بود. و آیاتی هست که الله جل جلاله خودش رو رب العرش معرفی میکنه، صاحب عرش. مثلا توبه آیه 129 میفرماید که فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. الله جل جلاله صاحب عرش بزرگ میباشد. یا در سوره انبیاء الله رب العرش عما یصفون، بازم الله رو رب العرش معرفی میکنه. سوره مؤمنون آیه 86 رب العرش العظیم، سوره مؤمنون آیه 116 رب العرش الکریم، سوره نمل آیه 26 رب العرش العظیم. یعنی الله جل جلاله احتیاجی به چوکی خودش نداره، احتیاجی به عرش خودش نداره. و اصلا الله جل جلاله مثلی که ما بر روی عرش قرار گرفتیم یا بر روی چوکی و تخت قرار گرفتیم، الله جل جلاله به این شکل بر عرش خودش قرار نگرفته. اگر کسی قیاس بکنه خالق دوم مثل یک حلقه در بیابان، دوم در مقابل سوم در مقابل چهارم، همینطور برین 7 آسمان در مقابل کرسی الله جل جلاله مثل یک حلقه در بیابان است و کرسی الله جل جلاله در مقابل عرش الله جل جلاله مثل یک حلقه در بیابان میباشه. یعنی اینقدر عرش الله جل جلاله
بزرگ و با عظمت می باشه که تمام 7 آسمان و تمام زمین و تمام سیارات و ستاره ها و همه اینها با همدیگر در مقابل کرسی الله جل جلاله یک حلقی در بیابان می باشه، مثل یک حلقه در بیابان. و کرسی الله به اضافه تمام کائنات به این سیارات و ستاره ها و اینا همه با همدیگر مثل یک حلقی در بیابان به نسبت عرش الله جل جلاله می باشه. و عرش الله جل جلاله پایه های هم داره. در حدیثی است که در صحیح بخاری هم ذکر شده، حدیث 3398 رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الناس یصعقون یوم القیامه فاکون اول من یفیق. انسان ها در روز قیامت همه بیهوش میشن، مدهوش میشن و اولین کسی که به هوش میاد من رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشم. فاذا الله و بالجالس علیه، یعنی دقیقا در انجیل خود شما چین چیز ذکر شده که گفته هر کس که به آسمان قسم بخوره گویا که او به عرش الله قسم خورده و به او ذاتی که بالای عرش نشسته بر او قسم خورده. یعنی دقیقا این چیز در انجیل خود شما آمده، شما حق اعتراض رو بر ما مسلمان ها نداره. این بوده که از شبهاتی که در رابطه با عرش الله جل جلاله مطرح میشه. اما شبهه دیگری که در رابطه با عرش الله جل جلاله مطرح میشه این است که از یک طرف آیات قرآن کریم آمده که ثم استوى علی العرش، الله جل جلاله بر عرش مستوی شد. از این ثابت میشه که الله جل جلاله بالای عرش خودش می باشه و برای او صفت علو و بالایی و ارتفاع برای الله ثابت است. احادیث بسیار زیادی هم در این زمینه است که الله جل جلاله در حال بالای عرش است. با آیات قرآن کریم هم دلالت میکنه. اما حدیث دیگری است که در کتب حدیثی ما است، در صحیح بخاری و مسلم و کتب دیگه سنن ترمذی وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلة الى السماء الدنیا، پروردگار ما هر شب به آسمان دنیا نزول میکنه که حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، وقتی که یک سوم اخیر شب باقی میمونه. یعنی در ثلث اخیر، در حصه اخیر شب الله جل جلاله به آسمان دنیا نزول میکنه. فیقول من یدعونی فاستجیب له، کی است که از من دعا کنه بطلبه و دعا کنه من را به فریاد بخوانه و من الله برای او اجابت بکنه. و من یسألنی فاعطیه، کی است که از من سوالی و طلبی داشته باشه من برای او بدم. و من یستغفرنی فاغفر له، و کی است که از من طلب مغفرت بکنه من الله جل جلاله رو ببخشم. این روایت دلالت بر این میکنه که الله جل جلاله نزول میکنه، به آسمان دنیا نزول میکنه و وقتی که نزول بکنه یعنی که گویا که عرش خالی از الله جل جلاله میشه. پس این آیات و این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم با هم دیگر در تعارض نمیباشه. ما در پاسخ میگیم نه خیر، هیچ تعارضی نیست. شما اصلا الله رو نشناخته
ما قدر الله حق قدره. الله رو نشناخت. الله جل جلاله بر عرش خودش قرار داره و نزولم میکنه، اما نزول در رابطه با الله جل جلاله به معنی تحرک و حرکت نیست. ما وقتی که از بالا مثلا از طبقه دوم بیایم به طبقه پایین، یک نزول هست، یک پایین آمدن هست. ما داریم یک حرکتی انجام بدیم از بالا به سمت پایین، اما الله جل جلاله برای او تحرک ثابت نیست و جایز نیست که کسی الله جل جلاله رو به حرکت توصیف بکنه که الله جل جلاله متحرک است، از یک جایی به جای دیگه حرکت میکنه. و نزولی که ما داریم و نزولی که الله داره کاملا متفاوت است. لیس که مثل شیء، ذات الله مثل ذات ما نیست، صفات الله مثل صفات ما نیست. این که برای الله جل جلاله صفت نزول ثابت شده، اون نزول الله مثل نزول ما نیست، پایین آمدن الله مثل پایین آمدن ما نیست. وگرنه علو الله جل جلاله صفتی است برای الله جل جلاله که شایان شأن خودش می باشه. یه طور ما نمیدانیم، فقط میدانیم که الله در آیات قرآن کریم برای خودش العلی گفته. الله ذاتی والا مقام است که صفت علو برای ثابت است. الله در قرآن کریم فرموده ثم استوى علی العرش، الله بر عرش مستوی شد. پس الله جل جلاله مثل ما انسان ها نزول نمی کنه، بلکه الله جل جلاله صفت علو و والا مقامی و برتری برای ثابت است. اما سوال پیدا میشه که خب این حدیث منظورش چی است که الله جل جلاله در هر شب به آسمان دنیا نزول میکنه؟ و باز از طرف دیگر این سوال مطرح میشه که ثلث اخیر شب مثلا در هرات فرق میکنه با ثلث اخیر آمریکا. حالا ثلث مثلا حالا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت از ثلث اخیر شب در هرات گذشته، اما در آمریکا خب حالا اول شب هست، ثلث اخیر شب اونها شاید چند ساعت بعد باشه. آیا الله دائما به آسمان دنیا نزول میکنه؟ ما میگیم که نه خیلی غلط فهمی از شما است. شما فکر میکنه که الله جل جلاله دائما در رفت و آمد است، از عرش خودش پایین میره باز میره بالا باز پایین. این در حالی که برای الله جل جلاله ثابت نیست این چیزی و حرکت و توصیف کردن الله جل جلاله به تحرک درست نیست. شما اصلا الله رو نشناختین و اصلا مخلوقات رو نشناختین. چطور؟ قبلا همین حدیث و این روایت رو گفتیم که زمین در مقابل آسمان اول مثل یک حلقه در بیابان است و آسمان اول در مقابل آسمان دوم یک حلقه در بیابان و همه اینها با هم دیگر همه مثل یک حلقه در بیابان جلوی عرش الله می باشد. و باز خود ذات الله جل جلاله در برابر عرش خودش چقدر بزرگ می باشه که او غیر از الله دیگه هیچ کس نمیدونه که چقدر الله جل جلاله عظمت و بزرگی داره. حالا وقتی که الله اینقدر عظمت و بزرگی داشته باشه، این آسمان دنیا و کل کائنات بلا تشبیه مثلی است که در جلوی کف الله جل جلاله قرار داشته باشه. و الله جل جلاله به آسمان دنیا که نزول میکنه یک توجه خاص میکنه. حالا الله جل جلاله به آسمان دنیا نزول بکنه یک توجه خاص داره، نه به معنا که الله جل جلاله با او همه عظمت و بزرگی خودش بیای به آسمان دنیا. آیا امکان داره که مثلا ما همین خانه با این همه عظمت و بزرگی رو بکنیم داخل یک قوطی، یا یک دریا با او همه عظمت و بزرگی رو بکنیم داخل یک کوزه؟ چنین چیزی ممکن نیست، امکان پذیر نیست. بلا تشبیه بلا تشبیه. چطور امکان داره اللهی که اینقدر عظمت و بزرگی داره او بیایه به آسمان دنیا که اینقدر کوچک است به اندازه یک حلقه هست در بیابان نسبت به آسمان دوم، باز کلی آسمان های هفتگانه نسبت به کرسی الله و کرسی در مقابل عرش الله مثل یک حلقه در بیابان است. حالا چطور امکان داره که الله جل جلاله بیایه به آسمان دنیا به این شکلی که اینها فکر کردن؟ خب صحیح چی است؟ اینه که الله جل جلاله به آسمان دنیا یک توجه خصوصی میکنه و این وقت شب وقت بسیار با برکت و با ارزش می باشه که در این وقت شب باید انسان ها از الله جل جلاله بخوان، از الله طلب بکنن، از الله جل جلاله درخواست داشته باشن. پس منظور این می باشه، نه او مفهوم غلطی که به هر حال مخالفین از آیه قرآن کریم و از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برداشت کردن. اما شبهه دیگری که در رابطه با عرش الله جل جلاله مطرح میشه اینه که در آیه 7 سوره هود آمده که الله جل جلاله میفرماید و هو الذی خلق السماوات والارض
فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء. الله جل جلاله ذاتی است که آسمان ها و زمین رو در 6 دوره آفریده و عرش الله جل آب قرار داشت. و کان عرشه علی الماء، عرش الهی بر آب قرار داشت. یعنی چی؟ اونا اعتراض وارد میکنن که الله جل جلاله بر عرش و عرش الله بالای آب هست. همین تخت چطور بالای آب ایستاد میشه؟ چطور امکان داره که یک تخت، یک چوکی رو شما بالای آب قرار بدید؟ خب فرو میره داخلش. این چطور است که عرش الله جل جلاله بر آب قرار داره و این عرش کجا هست و این آبی که گفته شده این آب کجا هست؟ در رابطه با این آیه قرآن کریم که و کان عرشه علی الماء، عرش الله بر آب هست، باید گفته بشه که آیه جمله متشابهات می باشه. آیات قرآن کریم بر دو نوع است. بعضی از آیات قرآن محکم است و بعضی از آیات دیگر قرآن کریم متشابهات است. آیات محکم و آیاتی است که معنای اونها و تعویل و توجیه اونها واضح و معلوم می باشد. مثلا ان الله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قادر و توانا است. معنی واضح و آشکار است، خیلی واضح است. هو الذی خلق السماوات والارض، الله آسمان ها و زمین را آفریده. این معناش واضح است. اما ای که و کان عرشه علی الماء، عرش الله جل جلاله بر آب قرار داره، این معنای واضح و آشکار نیست. الله جل جلاله فرموده هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. الله است که قرآن نازل کرده و بعض از آیات قرآن کریم محکمات می باشد که اینها اصل کتاب است. یعنی بیشترین آیات قرآن کریم محکمات است که معنای واضح و آشکار است، همه میفهمند. و اخر متشابهات، بعض دیگر از آیات قرآن کریم متشابهات است. یعنی چی؟ معنا و مفهوم و تعویل و توجیه واقعی و حقیقی و قطعی رو غیر از الله جل جلاله کسی نمی‌داند. الله میفرماید فاما الذین فی قلوبهم زیغ، کسایی که در دلهایشان مرض انحراف و کجروی و اینها وجود داشته باشه، فیتبعون ما تشابه منه، به دنبال متشابهات هستند. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، اینها به دنبال به فتنه انداختن انسان ها هستند. در حقیقت اینها به دنبالی هستند که از طریق آیات متشابهات انسان ها رو گمراه بکنند، از طریق آیات متشابهات انسان ها رو به شبهه بیاندازند. و ابتغاء تعویله، و به دنبالی هستند که برای خودشان یک توجیه قطعی و یقینی پیدا کنند. و ما یعلم تعویله الا الله، در حالی که تعویل و توجیه قطعی و واقعی رو غیر از الله جل جلاله هیچ کس نمی‌داند. و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به، انسان‌هایی که در علم رسوخ کامل دارن، اونا چی میگن؟ میگن ما ایمان داریم به همه، چی آیات محکم باشه چی متشابهات باشه، ما یقین و باور داریم که همه از جانب الله است. کل من عند رب، همه از جانب الله است. معنای رو و توجیه و تعویل رو بفهمیم یا نفهمیم، یقین داریم که آیات قرآن کریم از جانب الله جل جلاله میباشه. در حال ای که و کان عرشه علی الماء، عرش الله جل جلاله بر آب هست، یک جمله متشابهات است که معنای قطعی و یقینی و توجیه واقعی رو غیر از الله جل جلاله کسی نمیدونه. هرچند که برای توجیهات ذکر شده که توجیهات رو بعداً بیان میکنیم، اما توجیه قطعی و واقعی رو غیر از الله کسی نمیدونه. چرا؟ چون خود الله فرموده ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، و انسانها رو گواه نگرفتم وقتی که آسمان ها و زمین رو می آفریدم، و نه حتی انسان ها رو گواه گرفتم وقتی که خودشان رو می آفریدم. یعنی وقتی که الله آسمان و زمین رو می آفرید ما نبودیم که بفهمیم چه کیفیتی داره. وقتی که الله عرش خودش رو بالای آب قرار داد ما نبودیم که واقعا ببینیم که چطور بود این آب و عرش الله چطور بالای آب بود، ما نبودیم. و حتی ما از آفرین نداره که ما وقتی که نطفه بودیم به چه شکلی بودیم، وقتی که ما تبدیل به یک خون لخته شده بودیم چه شکلی داشتیم، وقتی که یک تکه گوشت جویده شده بودیم مثل یک تکه گوشت جویده شده اون موقع چه شکلی داشتیم. اینا رو ما از آفرینش خود خبر نداریم. وقتی که طفلی به صورت یک طفلی به دنیا آمدیم از اون خبر نداریم. چه رسه به که ما از آسمان ها، از عرش الله و از اینکه بالای آب قرار گرفته عرش الله جل جلاله از این خبر داشته باشیم. پس از جمله امور غیبی می باشه که غیر از الله جل جلاله کسی دیگری با خبر نمی باشه و خبر نداره از حقیقت آن. اما نکته‌ای که لازم است گفته بشه اینه که درست است که
گفته کان عرشه علی الماء، عرش الله بالای آب هست. اما ما یک اصطلاحی داره میگن هر گردی گردونه میشه، هر گردی گردونه میشه. هر جایی که گفته شد آب یا ما، منظوری آبی که من و شما استفاده میکنیم این منظور باشه. ما خیلی چیزهای دیگر هستیم که لفظ آب برای اونها استعمال میشه در حالی که منظور این است. مثلا گفته میشه که فلان فلز رو آب کردن، فلان فلز رو آب کردن یعنی ذوب کردن، آب کردن. حالا آیا او فلزی که آب شد، مثلا طلا که آب شد، آیا مثل آبی است که من و شما می نوشیم؟ نخیر. اگر نقری اگر آب میشه، آیا مثل این آبی است که من و شما می نوشیم؟ نخیر. پس لفظ ما یا لفظ آب اگر استعمال شد، نباید بلافاصله ذهن ما بره که فقط و فقط آب همینی است که من و شما استعمال میکنه و هیچ آب دیگر نیست. او آبی که عرش الله جل جلاله بر او قرار داره قطعا و یقینا که مثل آبی که من و شما استعمال میکنیم، آب دریاها و چشمه ها و اقیانوس ها و اینها، این آب نمی باشه. کیفیت و حقیقت و آب رو غیر از الله جل جلاله هیچ کسی نمیدانه. در روایت صحیح از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شده که فرمودند که بین عرش الله و بین کرسی الله دریایی هست که مسافت آن 500 سال راه می باشد و او دریا چطور آبی داره غیر از الله کسی نمیدونه. چون این آبی که من و شما میبینیم یکی از خواص آب چی از سیلان است. آب حرکت داره، این آب از بالا و پایین میاد، این آب یک جای تو نمیسته بلکه حتما جریان پیدا میکنه. اما او آبی که در دریای بین عرش الله و بین کرسی الله جل جلاله قرار داره، او مثل آب دنیا نمی باشه، اینطور سیلان و اینطور جریان نداره. العرف الشذی شرح سنن ترمذی از علامه المشای کشمیری رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 272 این قول رو ذکر کرده. و نکته دیگر اینه که فهمیده میشه که الله متعال عرش خودش رو آفرید و عرش الله قبل از آفرینش آب، یعنی الله اول عرش آفرید بعد آب رو آفرید. اینطور نبود که اول آب آفریده بشه بعد عرش الله بالای قرار داده بشه. از اینجا هم فهمیده میشه اینطور نیست که عرش الله جل جلاله روی آب قرار داشته باشه. مثلا قبلا هم گفتیم که وقتی ما میگیم السماء علی الارض، آسمان بالای زمین است، این به معنای نیست که الله آسمان به زمین چسبیده باشه، متصل باشه. نخیر، این معنی نیست. همینطور عرش الله که بر آب قرار داره به این معنی نیست که پایه های عرش الله جل جلاله روی آب گذاشته شده باشه، این معنی نیست. بلکه الله جل جلاله عرش خودش رو به شکلی قرار داره که در زیر او عرش آب هست. آیا این عرش به آب متصل است یا نه؟ در قول ذکر نشده، هیچ قول ذکر نشده. و چیزی که قطعی و یقینی است اینه که فقط بالای آب هست اما متصل و چسبیده به آب نمیشه. مثلا ما میگیم الطیارة علی المدینه، هواپیما بالای شهر است. آیا بی معنی است که هواپیما به ساختمان های شهر چسبیده است؟ نخیر، بلکه از اون فضای بالای شهر داره هواپیما حرکت میکنه، داره حرکت میکنه. همینطور عرش الله بر آب قرار داره به معنی است که عرش الله جل جلاله چسبیده به آب باشه و پایه‌های عرش الله جل جلاله بر آب چسبیده باشه. حالا گفتم که معنی قطعی و یقینی رو ما نمیدونم چون جزء متشابهات میباشه، اما بعض از توجیهات ذکر شده که این توجیهات میتونه در حد تخمین و گمان باشه، در حد قطعی و یقینی نمیتونه باشه. به خاطر بعض از علما گفتن که مراد از این که عرش الله جل جلاله بر آب بود اینه که علم امروزه کشف کرده که جهان است که اول به صورت یک مواد مذاب، یک مواد ذوب شده، یک مواد آب شده، یک گازهای فوق‌العاده فشردی که بعداً انفجاراتی صورت گرفت، بیگ بنگ اتفاق افتاد، انفجار بزرگ اتفاق افتاد و این گازهای